طوری که حاضر همه همکسب‌ها همکارا گفتن ما در سفر در جمهوری اسلامی ایران هستیم. این جمهوری اسلامی ایران یکی از دولت‌های پرقدرت‌ترین، یکی از دولت‌های پشت و پناهی مردم مسلمان جهان است. بسیار مردم تاجیک احترام میکنند. انا هر باره که کدام که مردم ایران سوا خوردیم از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار خرسند، حرمت، احترام میکنند. راهبر دولت ما را بسیار خوش میشناسند. برای همین اشتراکی که استاد گفتند ما همین از همین بزرگان دعا میگیریم که آینده دوستی مردم تاجیک و ایران با مستحکمتر شود، همکاری ما با خوبتر شود. همین کنگرسی که ما میگذرونیم بیمارا همش شفا یابند و با یک دانش خوب گیریم و برای تاجیکستان بریم.